اون سفر خوشگله بود. دیشب داشتیم تکمیلش میکردیم، پروک میشد روی ماشین. اون رد درزایی که اونجا داشت اینجوری پر میشه کامل با جوش، تمامش پرداخت میشه، سنباده کشی میشه، یعنی هیچ درزی نمیمونه. و علاوه بر این که روش کامل جوش میخوره، از پشتم تقویت میشه و بعد از اینکه کامل پرداخت شد میره برای سنپلاست و بعد سنپلاست مستقیم میره کوره تا رنگ الکتروستاتیک بخوره و نصبش روی ماشین. علاوه کیفیت جوش هم که بخوام بهتون بگم، میشه جوش زنجیره‌ای نمایشی که یک جوش با کیفیت و خوشگل خورده.